با یک امضای استالین 114 نفر راهبریت جمهوری تاجیکستان پرونده شدند. اینا مثلا پرزیدنت، سروزیر، همه وزیرها، معاونای سروزیر، همه سردارای ریاست‌ها، همه معاونای وزیر، همه رئیسای ولایت. چرا؟ چون میگه که این تو همش نکشه، این از استقلال دست نمیکشه. قبر شیرین شاه تیمور کجاست؟ قبر نصرت الله مقصود در کجاست؟ خیلی مفهوم نیست. چون که در این روی خط 1,500 میشه پروندهش، نمیدونی در کجاست. یک چکوری است که میگن در اینجا 1,500 نفر است، در درون یعنی شیرین شاه است، در درون یعنی نصرت الله مقصود هم است. برای نمازی برده یک سنگک ماندگی هست. این معنیش نیست که در اونجا از شیرین شاه شده بود، یعنی این قبر فرزیش است. از همین نظر انمیشه یک جایه با یک فرمون تمام راهبریت تاجیکستان کشته شد و تا بابا جان غفورov تا سال 46 دیگر یگان راهبر وزیری قدرتی از تاجیک اجازه ندادند. یعنی بعد شیرین شاه تیمور ما دیگر پرزیدنت تاجیک نداره. یعنی روس، ارمنی، یهودی، تاتار بود. بعد اولین پرزیدنت تاجیکی ما بعد جنگ دوم جهانی که تاجیک‌ها سهم گذاشتن، سیاست شوروی دیگر شد، بعد اجازه دادن که از تاجیک راهبر شود. یعنی غفورov اولین راهبر تاجیک بعد قتل شیرین شاه تیمور است. شما همین لحظه را آسان نگیرید، زیرا برای به همین روز رسیدن ما بسیار بسیار قربانی دادیم، انتظار بوده. همین قهرمانان ما، استادان ما، پیروی ما، پیروی دولتداری ما، همش در همین راه قربانی شدن. همین نصرت الله مقصود حکمی قتلش بینید، حکم قتل در بند 3 نوشته است که این میخواست که زبان تاجیکی دولتی شود، کشته شد. دو حکم قتل در یک کاغذ. دوی نوشته است که این میخواست تاجیکستان دولت مستقل کند، کشته شد. پس بینید این همیروز این زبانی تاجیکی. این ما گپ زدم با پیشوای ملل رفته در منبر سازمان ملل متحد و تاجیکی گپ زده است. اینا دولتی مستقل، اینا منبر، اینا صاحب زبان، صاحب دولت، صاحب آواز در جهان. انا برای همین میگم نصرت الله مقصود برای همین کشته شد. پس وقتی میگیم که ما امروز صاحب همه چیزا هستیم، میگیم آرمانی نصرت الله مقصود عملی شد. آرمان شیرین شاه تیمور اون مکتوبایی که به استالین نوشت که دولت تاجیکا کجاست، این امروز این عملی شد. آرمان استاد عینی هم میشه. استاد عینی من نمورد چند بار گفتم، استاد عینی سیاستمداری بزرگی تاجیک بودن. اون 75 دوره از امیر خورده است و برای ادبیات نخورده است. و ما از سرش نبوده و برای سیاست و پیشوای حرکتی اصلاحات خواهی بخارا بود. یکی از بزرگترین سیاستمدارای تاجیک. وقتی جمهوری خلقی بخارا تأسیس شد، استاد عینی همین خیلی تصور میکرد که این دولت مستقل میشه. 103 مقاله استاد عینی درباره سیاست داخلی و خارجی. اون کتاب اکنون نوبت قلم است، در آثار عینی است. یعنی اونجا 103 مقاله عینی است که درباره اینا با بریتانیا چیکار کنیم، با هند چیکار کنیم، با افغانستان، با ترکیه، با چین همش استاد عینی نوشته است. همچون یک راهبر سیاسی. اما وقتی که دولت ندادن، آوردن تاجیکستان یک ولایت، یک دولت دیگه کردن، همه استقلال کارا کشتن. استاد عینی گفت که بابای عینی دیگه درباره سیاست خارجی داخلی ننوشت. تمام شما ولایت این یک دولت میشه. بعد استاد عینی دید که همه کشته شد، همه از دست رفت. این بسر کرد که دینه و داخل و غلامان و مرگ سپر اینا عینی دویوم است. این از ناچاری
یعنی استاد علی در ادبیات پنهان شد. اگر نمیشه تمامی نسلش کشته شد، تمامی نسلش. یعنی یک بازم یک دکومنتی یعنی فوجیوی علی سال چاپ شد از قتل رهبران تاجیک با یک امضای استالین 114 نفر رهبریت جمهوری تاجیکستان پرونده شدند. اینا مثلا پرزیدنت، سروزیر، همه وزیران، معاونای سروزیر، همه سرداران ریاست‌ها، همه معاونای وزیر، همه رئیسای ولایت. چرا؟ چون میگه که این تا همش نکشه این از استقلال دست نمیکشه. برای همین این قبر شیرین شاه تیمور کجاست؟ قبر نصرت الله مقصود در کجاست؟ خیلی مفهوم نیست. چون که در همین روی خط 1,500 این شب پرونده است، نمیدونی در کجاست. یک چقوری است که میگن در اینجا 1,500 نفر است، در درون یعنی شیرین شاه است، در درون یعنی نصرت الله مقصود هم است. برای این موضوع برده یک سنگک ماندگی هست. این معنیش نیست که در اونجا از شیرین شاه شده بود. یعنی این قبر فرضیش است. از همین نظر انمی خیلی یک جایه با یک فرمان تمام رهبریت تاجیکستان کشته شد و تا باباجان غفورov تا سال 46 دیگر یگان رهبر وزیری قدرتی از تاجیک اجازه ندادند. یعنی بعد شیرین شاه تیمور ما دیگر پرزیدنت تاجیک نداریم. یعنی روس، ارمنی، یهودی، تاتار بود. بعد اولین پرزیدنت تاجیکی ما بعد جنگ دوم جهانی که تاجیک‌ها سهم گذاشتن، سیاست شوروی دیگر شد، بعد اجازه دادن که از تاجیک رهبر شود. یعنی غفورov اولین رهبر تاجیک بعد قتل شیرین شاه تیمور است. یعنی میانه شاه تیمور و غفورov در ما 4 تا پرزیدنت غیر تاجیک داره. او از مسکو روی کرده است. که برای اونجا که اینا با انقلاب میکنن، با استقلال میخوان، با زبان ملی میخوان، برای همین تا سال 1960 وزیر کارهای داخله، وزیر امنیت هیچ وقت از تاجیک اجازه نداده. تنها دوره باباجان غفورov در اولین وزیر کارهای داخلی تاجیک شده است. سال 54. یعنی که اون بزرگای ما نمیخواد برای استقلال، برای زبان، برای ملت نمیخواد مردن، آرزو کردن و پرونده شدن. انا وقتی که روز ما همه ای را داریم میگیم که این تنتنه آرمانی